کنسرت شارع و غیر قابل باور آریانا سعید با بشیر وفا در کشور ترکیه. اشتراک هنرمندان کثیر دیگر هم در این کنسرت. گفتنی‌های تازه آریانا سعید درباره کنسرت جدیدش در ترکیه و آهنگ دوگانه بشیر وفا با آریانا سعید. دلیل برگزاری این کنسرت آریانا سعید چی بوده است؟ گفتنی‌های تازه بشیر وفا. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو. برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید هنرمند تک صدا، محبوب، معروف، سرشناس و شناخته شده در هنر موسیقی افغانستان علاقمندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. آریانا سعید لقب ملکه دلها را از طرف دوستداران و طرفدارانش در مدت خیلی کوتاهی به دست آورد. این هنرمند محبوب و مطرح افغانی دوستداران خاص خودش را در هنر موسیقیش داشته است. آریانا سعید عاشقانه آهنگ می سراید که هر آهنگش بیشتر از میلیون ها بار بازدید در صفحات مجازی را از آن خود می کند. آریانا سعید در کشور ترکیه زندگی می کند، اما وی اصالتا افغان بریتانیایی تبار است. آریانا سعید کنسرت های در سرتاسر جهان برگزار می کند. شب گذشته در محفل ازدواج در ترکیه با جمع کثیر از هنرمندان افغان اشتراک کرد و سرودن آهنگ دوگانه آریانا سعید با بشیر وفا موج حمایت ها را به همراه داشت. این همه در حال است که آریانا سعید قرار است در تاریخ 31 دسامبر کنسرت بزرگ در ترکیه با حضور بیشتر از 4000 افغان برگزار کند. این کنسرت آریانا سعید تا کنون بیشترین تیکت هایش به فروش رسیده است و آریانا از هر کنسرتش درآمد خارق‌العاده‌ای هم دارد. من آرزوی خوشبختی و سعادت برای این هنرمند با جمعی از هنرمندان دیگر افغان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. دوستداران و همراهان نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.